سلام دوستان عزیز، وقت شما بخیر. امروز 13 دی ماه سال 1403 در خدمت از هموطنان خیلی خوبمون هستیم که تشریف آوردن مرکز ما. صندلی صمیمیت رو خدمت ایشون پیشنهاد دادم و ایشون با اشتیاق پذیرفتن. خیلی خوش آمدید. بفرمایید خودتون رو معرفی کنید یا اولپرسی هم بکنید. سلام خدمت همه بینندگان. من اکرم هستم، 48 سالمه، مدرک تحصیلی لیسانس آزمایشگاه کار میکنم، ساکن تهران هستم و سابقه ازدواج مثلا ندارید؟ ازدواجم نداشتم. ما بعضا افرادی رو میبینیم که ازدواج نکردن، مثلا تو سنهای بالاتر مثل 40 آدم تعجب میکنه. یکی از کسانی که واقعا من تعجب کردم تا ازدواج نکردن اکرم خانم بوده. اهل ورزش هم هستن، ورزشکارن، خیلی شیک و خوش لباس و خوشرو با بهداشت روانی بالا. چون قبل از این فیلم برداری من باشون صحبت کردم، مشاوره داشتم. تبریک میگم، مراقب خودتون بودید، بسیار شایسته هستید. ان شاءالله که بتونیم نتیجه بگیریم. فقط مشخصات همسر عمدتون رو طور خلاصه بفرمایید. ممنون. من چون خودم آدم آرومی هستم و آدم صبوری هستم و تحملم بالا هستش، دوست دارم یه آدمی باشه که آدم آرومی باشه، صبور باشه، بعد اهل زندگی کردن باشه و مثل خودم حد اکثر تا 60 سال باشه. تا 60 سال. آقایان محترم، اگر فکر میکنید با اکرم خانم تناسب دارید، مطابق دستورالعمل ذیل این ویدیو میتونید عمل بکنید. حتما ساکن تهران باشن و بقیه‌اش هم انشالله خدا درست میکنه. مرسی. صحبت پایانی. صحبت خاصی ندارم. از شما خیلی ممنون هستم که منتظر من موندید و مرسی. ممنون. خواهش میکنم، خیلی ممنون. پس دوستان عزیز، اگر تمایل دارید در رابطه با ازدواج با اکرم خانم صحبت بکنید، مطابق دستور ذیل همین فیلم اقدام